در صورتی که حضرت صلی الله علیه و سلم میگه الا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. آگاه باشه که کسی بر من دروغی را میبنده، از نام من گپی دروغی را میگه، با دست خودش جایگاهش در دوزخ آماده کرده است. ولی همین در ماشین قصه خدا رحمتش کنه شیخ دوم عبدالرحیم اشتی رفت علیه رحمه. این مرد خدا واقعا همین تقواش مثل یک آفتاب درخشان بود. انشالله بعدی وفات شب همو نوری همو تقوا علی باقی موندگی است. در تاریخ خیلی آدم‌ها بسیار کم میگذرند. شاید اکثر تو میشناسینش، کسایی که نمیشناسه آگاه هسته که همین روزهای نزدیک خدا رحمت مغفرتش کنه در روسیه وفات کردن، آوردن در همینجا گوراندن شد. یک قصه عجیب از داملای مرحوم شنیدیم، باور کنه بسیار بسیار الحال هم گفتنشم به مورد است و برام یک پند نصیحت هم میشود. حضرت قصه کردن که در ایرپورت دبی ایستاده بودم، دو جوان نزدم اومدن، جوانای تاجیک. گفتن شیخ ما طالب علم کمک ممکن اگر امکان علاج داشته باشیم. من میگم گفتم بچه‌م من خیلی امکان علاج ندارم، شرایط ندارم، اما یک جایی میبرم تو که انشالله کمک تو میکنم. یک شیخ بود میگه همو این حضرت در همو پانگازی اشت بسیار یک مسجد یک مدرسه زیبا ساختگی است. کسایی دیدین میدونن که به نهایت زیبا با تمام شکوه و شهامتش. میگه گرفتم همون طالب علم را همراه هم نزد شیخ رفتیم. خوب قبول میکرد، مهمان نوازی کرد. بعدم میگه به خاطر همون ادامه کاری مسجد به من $10,000 داد. میگه و او دو طالب علم $500 هدیه کرد. سال آیندهش همون دو طالب علم چون خریستن خونه همون شیخ رفتیان خی او عزت شو کرده است، برآورده $500 شون داد است. گفتن شیخ برای چی تو یک فریبگری ماشینی که $10,000 میتی و ما طالب علم ما را $500 میتی؟ گفت است خیلی نگین آخه او شیخ مسجد ساخته است، برای خودش نه برای مسجد گرفته است. دروغ میگن. گفت است تاجیکای ما عادت شو همیه نعوذ بالله. ببینید خودشو ناکس نامرد با یک خلق یک ملت دیگر اینا میخوان سعی میکنن که داغ بگذارن. دیگه میگه اون شیخ هم در استراب غلطیده است که مبادا همین حقیقتا همین ماشینیکا بسیارن که حیله و نیرنگ بزرگ. تلفن کرد میگه گفت که میام تماشا میام. خیلی میگه یک کس هم تصدی کردیم از همین دوشنبه گرفتنش آوردنش. یه سالای پیشتر های سالای شاید تا 2010 باشد آوردنش. میگه مردم استقبال گرفتن. وقتی چهرهای کشاده مردم دید، نه مسجد دید مدرسه را دید، بسیار ذوقش کرد. گفت شیخ میخواهم یک طهارت تازه کنم. بعد میگه گفتیم مرحمت این مسجدای بسیار زیبا مقصد طهارت خانه های زمانوی کردگیم. نگو میخواهم در خانه طهارت کنم. خیلی میگه بردمش خونه را یک به تعجب تماشا کرد. خانه هاش مثل همون خانه های همون صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد میگه یک دستابه را دادمش، یک افتابه را برای طهارت کردن آب دست و نشانش دادم. واقعا میگه که ها همونجا برات مقصد که استنجای آبی کن، ما مستحب رو همونجا بکنیم. باید تعجب میگه گفت که شما حموم نداری؟ حاجت خونه نداری؟ مقصد برای نمیگه. گفتم صحابه پیغمبر نداشتن، ما همین تقلید به صحابه میکنم. عجیب میگه مستریب شید، یک هیجان اومد. میگه نماز خوانده برآورد. میگه $10,000 در دستم داد که التماسی را در یگان جا صرف نکرد، به خاطر یا حمام یا طهارت خونه کرد. شیخ اینا ببینه مرد خدا طالب علم گرفته است، پیش یا شیخ برده است که به خاطر خدا کم کم دستگیری کنه. در عوض اینه که با میریم با بدگویی میکنیم، غیبت میکنیم، سخنهای قبیح میگیم، بسیار فعلی بد است. فردا روز قیامت به خدا قسم جواب میگیم. انسان برای هر یک گپی میگفتگیش در پیش پروردگار جواب میگه. سعی کنیم که وقتی سخن میگیم مسئول باشیم، بدونیم که این سخنها یا به فایده و منفعت مونه یا به زیان و ضرر مونه.